زندگی اهل ایجاد خاصه آنهایی که به سخن سر و کار دارند پر از تضاد است و آنها دردهای زندگی را گاهی در چهره قهرمانهای اثری خود نشان می‌دهند. همین گونه می نماید که گویا قهرمان بعضی اثرها خود نویسنده باشد. زیرا هیچ یک ایجادکار درد برداشته خویش را فراموش کرده نمی‌تواند. قهرمان نوبتی برنامه پیراهه شخصی است که ده‌ها اثر ایجاد کرده است و ده‌ها کتاب دیگر نویسندگان جهان را ترجمه کرده است و بار روزگار خویش را با کمک قلم برداشته است. یکی از ترجمان‌های ورزیده تاجیکستان است. استاد دارنده جایزه به نام استاد میرزا ترسزاده میباشند و صافی وطن هستند. حکمت رحمت نویسنده، شاعر، ترجمان ماه می سال 1938 در ناحیه حصار تولد شده است. از دولت والدان به خصوص بابای دولتمندش و جز نام میراثی نگرفته است. مادرم نقل کرده بودن که فکر کردم گفتن که حکوم ما هم پدراتون چی مانده من شما با چی بیام هیچ چی نیست. بعد گفت یک بالشتی نغز پری خوددار هم باباد ماندگی بود حاجی نرزالابای یکی وای که نیست. همون گفت بالشتی تو درونش پری خوب بود گفت همون چاک کردم و دو بوله کردم و از نام دیختم یک تشه به نام توت ماندم یک تشه به نام بسیار یک بالشت نیست نیم بالشتی میراث گرفته ایم ما. پدرش هنری چرمگری داشته است و هنوز زمان کودکیش عائله را ترک کرده و تربیه حکمت و برادرانش به دوش مادری مهربان مانده است. زمان نورسی حکمت به زمان جنگ بزرگ وطنی راست می آمد. وقتی که زندگی نه برای همه آسان بود. حکمت زمان سخت کودکی را از سر گذرانیده است. خیلی همین یگان جواب نه زمین داشت نه یگان همین کسب چرمگری یاد گرفتگی. اون وقتا بعد از جنگ کارخانه‌های صنعتی کار نمیکرد. پای افزال هم نبود، مگزین‌های درست هم. همین استحصال پدر من بسیار قدر کلان داشت اون وقت. این کلخود سربازا آورده پستای خاکش میدادن و این پخته میدادن میخیر. بعد از مردنش هیچی نماند غیر از چند پست خاک در آقل خالی هیچی نداشت دیگر. خیلی بعد من بعضا فکر میکنم که همین مادر من خیلی من اکن بعد از من با دو تا دختر میده موندگی و یاش از من کلان همین چیل کردن من کلان کردگی باشد. خیلی من هر دربه بعد دوزندگی داشت. مردم کورپا می دوختند گرفته کورپا می ساختند و یا گرفته خبق کرد می دید. تحصیل ابتدایی را در مکتب دیهشان گرفته و بعداً به مکتب اینترنت ناحیه حصار داخل شده است. پیش از آنکه که به دانشکده پداگوژی شهر دوشنبه داخل شود چند مدت در یکی از مکتب‌های میانه و حیث آموزگار کار کرده است. در مکتب فقط بعد صنف 10 کار کردگی من که یک صنف 4 به من داده بودن. بعد من زاوج شدم با همون مکتب 7 ساله با اینم قصه عجیب است زاوج شدنم. یک همه فرمان معارف رفت دیرکتوری مکتب خودش گرفته آمد. معارف من قبول نکرده بود که خودش گرفته آمد. یک صنف 4 و 2 ساعت تاریخ صنف 6 درس میدادم. بعد صنف 10 ما از یک قریب که از یک محله هستیم در دره الماسی به دنیا آمدیم و استاد را من هنوز از سالهای بچگی وقتی که در مکتبی 8 ساله دیه میخواندم میشناسم میدانم و بدتر بعد آن که به کمال رسیدیم و
برای ادامه تحصیل به دوشنبه آمدیم. من باز بار دیگر استاد همت رحمت را از نزدیک روبرو دیدم و ما صحبتی طولانی داشتیم درباره ادبیات، درباره ترجمه. در دانشکده آموزگاری شهر دوشنبه سالهای 1955-1959 تحصیل کرده است. محض در همین مکان دوستان خوب پیدا کرده و از صحبت دانشمندان زمان خود بهره برده است. هنوز حین دانشجوییش نخستین مقاله هایش در ژورنال و هفته‌نامه ها روی چاپ آمدند. معلمامون همون معلمای نازمانه دربارش همینجا مقاله ها هم هست. الفبای عربی ما یاد گرفتگی از حسن علی نقاش شنیدگی بسیار معلم عجیب بود. این مقاله دربارش دارم من. معلم نازمان میرزازاده بودن، بعد معصومی بودن. درباره معصومی هم همینجا مقاله هم هست بنه. بعد ختم دانشکده سال 1959 به انستیتوت زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان در بخش فولکلور شناسی به کار می آید. من اکادمی رفتم کوربه، من قبول کردن. همین سال یکم کارم بسیار شوق‌آور بود. هم بینم شعبه فولکلور و آدمای خیلی عنواندار، یک دو سه سال تجربه دار. همه دیپلم نگرفتم من قبول کردن ده. که پیش از وی من سکتور فولکلور کتی علاقه داشتم. بعضی چیزهای از محله جمع کرده برده میدادم. برای همین من دعوت کردم. بعد دیپلم رو گرفتن خیلی رفتیم. بعد یک 10 روزی کار در شعبه فولکلور اکسپدیسی برآمدیم. اکسپدیسی فولکلور شناسی. پیراهه روزگار حکمت رحمت را سالهای 1961 1964 به افغانستان میبرد. او در این مکان همچون ترجمان فعالیت میکند. رفتیم در ساختمان سالنگ. این تونل، منم تونل انزو بدید، انا میخواد تونل ساختن در بلندی کوههای هندیکوش. اونجا 2 سال ما خدمت ترجمانی ادا کردیم. بین روس‌ها و افغان‌ها ترجمه میکردم. یک چیز نیم چیز همون وقت ترجمه کرده بودم. مثلا یک پویستی بسیار عجیب دارد، نویسنده لیتوا یوستیناس مارچینکویچوس. این اولی ترجمه من که در سالنگ در کوه هندیکوش ترجمهش سر کرده بودم. بعد آورده اینجا باشه کردم. این نشر علاهیدش هم بود اینایو. بعد منم 2 جلده آواز یاری اثر دیاره. این 2 جلد انا دیدید دختانlik دارم از علمه. جلد یکمش نظم است، جلد دومش نثر. همون پویست یوستیناس مارچینکویچوس در این چاپ شده. بعداً به تاجیکستان برگشته در انستیتوت زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی به کار پرداخته. سپس به کار مطبوعات گذشته است. قریب 30 سال در روزنامه معارف و مدنیت، گازیته معلمان آموزگار کار کرده. عاید به مسائل گوناگون تعلیم و تربیت، حیات و فعالیت کارمندان معارف، مقاله و اوچرک‌های زیاده و تب رسانیده است. من ایشان را همچون در اول همچون روزنامه‌نگار میشناختم، چون که در روزنامه معارف و مدنیت کار میکردند و باز جهت دیگری فعالیت ایشان این وابسته بود به تحقیقات، کارهای علمی می بردند. در باره آثار ادیبان خلقی همون بسیار مقاله های خواندنی به تب رسانده بودند، آنها را می خواندم و
در خاطر من استاد حکمت رحمت همچون ترجمان ورزیده در دل و دیده من جایگیر است، چرا که به نظر من، به اندیشه من استاد حکمت رحمت یکی از ترجمان‌های ورزیده تاجیکستان است. استاد حکمت رحمت سالیان زیادی است که میان خوانندگان تاجیک همچون قلمکشی موفق، سرمحصول و واقعاً پرهنر شناخته شده است. یادم هست که استاد اولین مجموعه شعرهای خود را دیرتر چاپ کردند و این هم با کوشش و ابتکار استاد بازار صابر. استاد بازار صابر چندین شعرها، ترجمه ها و دیگر آثار حکمت رحمت را خوانده و همچنین با نظر داشت سابقه طولانی همکاریشان فرمودند که مجموعه اشعار خود را آماده کنند. آن ایام استاد بازار صابر مدیر شعبه نظم اتفاق نویسندگان بودند. احساس نمودند که اشعار این ادیب باید منظور خوانندگان گردد. در ساحه‌های گوناگون ایجادیات از جمله شاعری، ترجمانی، روزنامه‌نگاری، درامه‌نویسی و پژوهشگری قوه آزمایی کرده است. شعر و داستان‌هایش در روزنامه و مجله‌ها، مجموعه‌های دست جمعی و کتاب‌های گلبرگ، زنگ آینه، شب آهنگ، پیمان وفا، شکوفه سرنوشت چاپ شدند. داستان سالنگ که به بناکاران نقب سالنگ افغانستان شوروی بخشیده شده است، در افغانستان هم به تب رسیده است. مؤلف پیسه‌های گردش ایام، وزیر همدان یا خود در پناه عشق و عیادت می باشد. پیسه‌هایش از جانب تئاترهای کشور به صحنه گذاشته شدند. البته اثرهای بسیار تالیف نموده استاد را ما یعنی که نامور کردن نمیتونم، آنها در تعداد زیاد چاپ شدگی هستند و خصوص اثرهای ترجمه نموده استاد از نویسنده های هم ممالک غرب هم ممالک شرق خیلی هم بای و غنی می باشد. علال خصوص اثرهای کریلوف، اثر نویسنده لاتیش مارسنکیویچوس، اثرهای کریلوف، رسول غمزاتов، اینچنین بسیار نویسنده های ممالک شرق را اون کس ترجمه کرده هستند. غیر از این در اثرهای دراموی نقش خیلی هم بارز دارند استاد و یکی از اثرهای اون کس را سال 1997 اگر خطا نکنم تئاتر خلقی حصار با نام گردش ایام روی صحنه گذاشتگی بود و تماشاچی خیلی هم زیاد هم داشت و چندین مراتب هم با واسطه تلویزیون نمایش داده شد. این چیز هم با واسطه صحنه‌ها چه در خود حصار چه در صحنه‌های شهر دوشنبه یعنی که نمایش داده شد. این آواز یاری از هر دیاری به فکرم از این فهماتر گپ نیست. نه این در این دو کتاب من زیاده از 60 عجیب که زیادترش نظم است. این خیلی شاعرای سویتی در بر میگیرد، شاعرای خارجی مثلا از فرانسوز ها ایژن پتی با دیگراشون اینجا هست، زیاد شاعرای هند در بر میگیرد. کتاب‌های برف است و برفی الکساندر بلاک، خرگوش صیاد کریلوف، آیا راست است که ما ابدی میمانیم کازلوف، بابای من رسول غمزاتov، تولید گرژدانین سوخاملینسکی، غنچه نشکفته تا لب وا کند لاسوا، ایجاد طبیعت پولادوف، داستان یونیورسیته قزان یفتوشنکو، قصه خانه در شیراز آگاتا کریستی، گلچین اشعار 5 شاعر هندوستان، ترانه‌های پنجاب و غیره را با زبان تاجیکی ترجمه کرده است. برای کتاب آواز یاری اثر دیاری
استاد با گرفتن جایزه خیلی هم والا مقام، جایزه به نام استاد میرزا ترسنزاده نایل گردیده هستند. شعر و مقاله های علاهیده حکمت رحمت با زبان های روسی، ازبکی، آذری، لیتوانی، قرقیزی ترجمه و چاپ شدند. با کار تهیه و تحقیق علمی نیز شغل ورزیده است که رساله شاعر خلق بابا یونس خدایدادزاده، بیاس‌های بزم گلها و زندیات بیشتر از 150 مقاله عاید به ادبیات نیاگان و معاصر و ایجادیات شفاهی مردم ثمره آنند. این کتاب اساساً تمام شعرهای خودم است اینجا و بعضی شعرهای خارجی هم هست، همونهایی که از تاجیکستانند. در کارنامه‌ای نشان دادن خارجی ها در وقت در وصف ویها شعر نوشتن. مثلا یک حسن صابر گفتگی از قشلاق ما هست، بسیار کارنامه‌ای ها در جنگ وطنی نشان دادگی. یک شاعر بلاروس در حق و شعر نوشتگی من به تاجیکی گرداندم که بسیار خوش آمد، بسیار خوش آمد. حسن صابر، نبرد حسن صابر. ترجمه های ایشان که آثاری زیاده از 200 ادیب جهان را ترجمه کرده است. من این را میدانم و ترجمه هم کاری سهل و آسان نیست. ترجمان باید که اول وقتی که از زبان روسی و زبان تاجیکی میگرداند، باید که اول البته باید زبان روسی را خوب داند. اگر باز امکانیتی دانستن زبان آن مؤلف باشد باز این خوبتر است. لیکن من میدونم که آثار ترجمه شده استاد حکمت رحمت این عبارت است از نمونه آثار ادیبان مشهور عالم و در یاد دارم که چند سال قبل از این آثار ترجمه کرده استاد حکمت رحمت در 2 جلد به تب رسیده بود. درباره وطن، درباره نوسازی های کشور ما، درباره شکوه صاحب استقلالی بسیار شعرها و حتی داستان نیز آفریدن. بخصوص داستان تر و تازه درباره راه های تاجیکستان است، از بدخشان تا ختلان، از ختلان تا حصار شادمان و تا رشتان و قهرمان داستان استاد حکمت رحمت می‌بیند این نوسازی ها را، این راه های بسیار خوب و زمانوی را و از وطن، از ابتکارات پیشوای ملت افتخار میکند. حکمت رحمت از سال 1976 عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان و از سال 1995 عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان است. در این دوره او با جایزه به نام میرزا ترسنزاده با عنوان فخری کارمند شایسته تاجیکستان، افتخارنامه حکومتی، نشان اعلاچی معارف اتحاد شوروی، نشان اعلاچی معارف تاجیکستان، مدال وتران مهنت قدر کرده شده است. چیزی دیگری فرق کننده استاد حکمت رحمت اون است که ایشان شاعری خوب هم هستند. شاعری خوب هم هستند، با سبک خود اسلوبی خاصه دارند و من بسیار سلسله شعرهای استاد را بخشیده به بناکاران راغون، تونیدی انزاب خواندم. استاد برابر زمان، برابر زندگی قدم میزند و کارنامه فرزندان تاجیک را که در این ابیکت های مهمی خواجگی ما کار میکنند، راه های دور و نزدیک میگردانند، شعر و منظومه های خوب ایجاد کردند که این از نظر تماشابین دور نمانده است.
حکمت رحمت عین حال دوران کمالات میراند. حالا هم تلاش میکند تا چیز نویسد و ایجاد نماید. وقتی ما مهمان او بودیم به ترجمه کتاب رسول غمزتوف مشغول بود. شکرگزار از تقدیر و طالع و زندگی شایسته اش میکند.